خدا، من متین هستم. امروز اومدم داستان باب اسفندی رو بهتون بگم. یه روزگاری یه باب اسفندی داشت همبرگر درست میکرد. یه دونه آخرین مشتریشون بود، اون درست کرد داد رفت. دیگه کارشون تموم شد، باب اسفندی رفت خونه. گفت درسمون رو ننویسیم، بریم باز کنیم، بعدم بریم درسمون رو بنویسیم، بعد دیر بخوابیم. که اینقدر درنامه‌نویسی کرد، همه چی کرد، یه ساعت بازی کرد، بعدش هم درساش نوشت، خوابید. صبح که میخواست بره چشاشو باز کنه بره مدرسه، چشاش باز نشد. چون شب دیر خوابیده بود. پارتی اومد گفت ای باب اسفندی، مدرسه دیر شده، پاشو. باب اسفندی پاشو دید مدرسه دیر شده، تو زود که بهش انداخت رفت مدرسه. سلام باب اسفندی، بازم که دیر کردی. خب ببخشید خانم پاپ، شب دیر خوابیدم. عزیزم، وقتی شبا دیر بخوابی میدونستی صبح اصلا سر حال نمیشی و نمیتونی درسات خوب یاد بگیری؟ خانم پاپ، چون داشتم بازی میکردم. عزیزم، برای بازی باید برنامه‌ریزی داشته باشی. 1 ساعت دیگه ای رو اختصاص بدی تا بتونی شبا به استراحتت برسی. مثلا وقتی از مدرسه میری خونه، تکالیفتو انجام دادی، غذاتو خوردی و تلویزیون هم تماشا کردی، تا شب موقع خوابت میتونی بازی کنی، ولی موقع خواب قشنگ استراحت کن، صبح سر حال بشی، درساتم بهتر یاد بگیری. خب چشم خانم پاپ، من میخوام برم خونه یه برنامه نویسی کنم تا به کارم برسم. خداحافظ.